خورشید 37 ساله آموزگار از ناحیه کوشانیان با همسرش 10 سال زندگی مشترک دارد. در این 10 سال صاحب فرزند نشدند. خلاصه طبیبان به ضروریات آنها را اول افزرده کرد، ولی در نهایت 2 سال پیش تصمیم گرفتند از یتیمخانه فرزند بگیرند. بعد 1 سال انتظاری در نوبت نهایت صاحب دختر شدند. خورشید میگوید انیسه زندگی آنها را کاملا دیگر کرد. خورشید نام مستعار این معلم است چون حالا نمیخواهند انیسه از واقعیت آگاه شود. انیسه 1 ساله و 2 ماه است و هر یک قدم و حرکت طفل مایه خوشبختی والدان می شود. خورشید میگوید مثل بسیار دیگر والدان ناامید نخست برای گرفتن پسر یتیم به مقامات مراجعت کردند. معلوم شد که طلبگار پسر نظر به دختر بیشتر بوده است و برای همین نوبت برای گرفتن پسر طولانی است و آنها باید مدت بیشتر منتظر شوند. ولی بعداً گفتند که همه طفل میتواند فرزند باشد، چی دختر و یا چی پسر. میخواستم پسر گیریم ولی برای پسر باید زیاد منتظر شد. طاقت انتظاری نداشتیم و بعد 3 ماه به ما دختر دادند. دختر نوزاد را 2 ماه نگاه کردند و به ما دادند که خیلی دوستش می‌داریم، گفت خورشید. این جفت میگوید که فرزندخوانی کاری آسان نیست. نوبت می‌ایستد دادگاه وضع اقتصادی آنها را نظارت میکند، سپس اجازه میدهد. یک مسئول دادگاه در ولایت ختلان گفت که طبق قانون فرزندخوانی از طریق دادگاه انجام می شود و هر نفری که برای فرزندخوانی عریضه میدهد بعد حکم دادگاه به او فرزند را میدهند به شرطی که شرایط نگاه و بین کودک را داشته باشد. خورشید و همسرش در ختلان یگانه جفت نیستند که صاحب فرزند شدند. در 6 ماه امسال در ختلان 220 صاحب فرزند شدند. زینت بی سفر و سردار اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت ختلان هفته گذشته گفت که نظر به همین دوره سال گذشته فرزندخوانی 19 حالت بیشتر شده است. بهرنیسا عثمانووا که خودش در 10 سالگی یتیم مانده به پرستاری عثمانوفها به ناحیه جلال‌الدین بلخی رفته است، حالا در مکتب یتیمان ناحیه پرستار است. زن 50 ساله میگوید که نظر به زمان شوروی فرزندخوانی آسان شده است ولی مرحله‌اش طولانی تر است. برای همین بعضی از والدان پنهانی و با راه‌های غیر قانونی فرزندخوان میگیرند که عاقبتش بد است. کودک را آسان به کسی نمیدهند، میسنجند و میبینند به خانه کی میرود. حالا در مکتب ما نفرانی که فرزندخوان میکوبند کم مراجعت میکنند، سالهای پیش زیاد بود، گفت او به رادیوی آزادی. در شهر و نواحی ختلان فرزندخوانی غیر رسمی وجود دارد و گاهی برادر فرزند نوزادش را به خواهر بی فرزند میدهد و یا برعکس. اسفندیار رسول کارشناس جوان میگوید این گونه معامله ها عاقبت خوب ندارند. حالت هایی هستند که نمیخواهند کودکان را به فرزندی بگیرند که معلوم نیست از کی هست و از کجا آمدند. بدون حجت گذاری کودکان نزدیکان خود مثل اپای و داده را بزرگ میکنند ولی بعضا آنها به نزد پدر و مادر خودشان برمیگردند، میگوید او. این زمان رسمیات زیاد توجهی در نهادهای دولتی از والدان مشتاق دیدار فرزند سبب می شود که جفت‌های جوان دیگر بعد در اداره‌های دولتی نروند و پنهانی کودک را به فرزندی بگیرند که مثلا در شفاخانه کسی گذاشته رفته است. طبق گزارش‌های رسمی در تاجیکستان سال 2017 ده نفر از فرزندان خود دست کشیده و آنها را به اختیار دولت دادند تا در حقشان غمخواری کند. سال گذشته در خانه‌های کودکان تابع وزارت 51 کودک را قبول کردند که والدینشان از آنها دست کشیدند. در عموم در سال گذشته مادران جوان بعد تولد در شفاخانه‌های گوناگون تاجیکستان از پرستاری 33 نوزاد دست کشیدند و آنها را به اختیار دولت دادند. یکی از سبب‌های دست کشیدن از تربیت کودک در عائله مشکلات اقتصادی و مادی عائله ها بوده است، هرچند موردهای تولد بیرون از نکاح نیز کم نبوده است.